شب یلدا از کجا وارد فرهنگ ما شده؟ ابوریحان بیرونی توی آثارالباقیه می‌نویسه صبح پس از شب یلدا جشن ویژه‌ای برگزار می‌شده و پادشاهان ایران باستان جامه سفید به تن می‌کردن، توی بیابون روی یک فرش می‌نشستن، با دهقان‌ها همسفره می‌شدن و به حرف دلشون گوش می‌کردن. ریشه واژه یلدا در زبان سریانیه و به معنی تولد هست. یعنی حتی طولانی ترین و تاریک ترین شب سال هم حریف نور نمیشه و خورشید یا همون ایزد مهر توی این شب دوباره متولد میشه. آیین مهر با دین مسیحیت هم قرابت‌هایی داره، به طوری که 25 دسامبر یا روز تولد حضرت مسیح همزمان با روز زایش ایزد مهر یا همون میترا. درباره این اشتراک صنایع غزنوی میگه به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی، که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا. به طور کلی بازتاب شب یلدا در ادبیات فارسی به صورت تمثیل ادبی به کار برده شده. برای نمونه حافظ لسان الغیب درباره مقابله با ظلم میگه صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که برآید. یا شیخ اجل سختی تحمل کردن غم عشق رو به طولانی بودن شب یلدا تشبیه میکنه و میگه نظر به روی تو هر بامداد نوروزی است، شب فراق تو هر شب که هست یلدایی است. یا جای دیگه ای میگه هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبانه یلدا را.